سلام، با یه ویدیوی دیگه از پلیلیست سخت افزار در خدمتتونم و میخوام درباره کیبوردی که حدود یه ماهی هست ازش استفاده میکنم براتون صحبت کنم. کیبورد Z627 سری Z پرو ردراگن. برند چینی ردراگن یه چند سالی هست که جاپاشو بین گیمرهای دنیا محکم کرده و مثل تولیدات درجه یک برندهای چینی یواش یواش از اون لایه‌های چیپ خارج شده و اسم و رسمی پیدا کرده. من خیلی اهل وسایل گیمینگ نیستم، یعنی همین موس و کیبوردهای گیمینگ و RGB دار، و این کیبورد رو به درخواست پسرم گرفتم. اصلا فکر کنم تو این 20 و چند سالی که پشت سیستم هستم 4-5 تا کیبورد نداشتم و یه کیبورد رو شاید 7-8 سالی استفاده کردم. این اواخر کیبورد ارزون و حتی دست دوم هم گرفته بودم که سری خراب شدن و یه جور انگیزه برای کیبورد خوب خریدن بهم دادن، که البته این کیبورد جزو کیبوردهای رده بالا مثل برندهای لاجیتک و ریزر نیست، یعنی در حال حاضر و یه جورایی اقتصادی حساب میشه. اصلا کلا سیاست ردراگن هم همینه، گرچه خب ظاهر RGB و کیفیت مکانیکال و اینجور چیزا داره و از اون کیبوردهای ارزون قیمت هم یکم فاصله داره. محدوده قیمتیش الان تو بازار و سایت ها فکر کنم بین 2 تا 2400 باشه، که بین رده قیمتی برندهای معروف تر که بالای 4 تومنن با این ظاهر و مشخصات و بالاخره کیفیت، و بین کیبوردهای ارزون قیمت قرار میگیره، یعنی بین اون گرونا و بین ارزونا، که البته خب ظاهرش و اینا همه شبیه اون گروناست. نکته مهم اندازه‌شه که نسبت به کیبورد استاندارد کوچیک‌تر و اینا با درصد مشخص میشه اندازه‌اش. این کیبورد 75% و 60 و 65% هم هست که قسمت نامپد رو نداره و این مثلا داره و قسمت بالا یه سری عدد هم داره که خب تو کیبوردهای 60% نیستش و من تقریبا دنبال این قضیه نامپد بودم و دلیل انتخابم بین اون همه مدل ردراگن هم همین قسمتش بود، چون واقعا تصور نداشتن نامپد برام سخت بود. البته خب مدل‌های نامپد دار تو ردراگن زیاده و از این بزرگتر و کیبوردهای کامل 100% هم داره که مکانیکال هم باشن. گرچه بعد از اینکه به دستم رسید و بازش کردم از اندازه و حجم کوچیکش واقعا تعجب کردم و تقریبا نه دیده بودم نه بهش عادت داشتم و خب قطعا تو 1-2 هفته اول خیلی هم کار کردم باهاش راحت نبود و سخت و آزاردهنده به نظر میرسید، اما یواش یواش بهتر شد. این نکته حتما باید حواستون باشه و بهش دقت کنید، چون اگر خیلی با سبک کیبوردهای این شکلی بیگانه باشید قطعا اونقدر اذیتتون میکنه که شاید بیخیالش بشید اما خب چارش صبره. تو همون آنباکس رو باز کردم متوجه وزن سنگینش نسبت به کیبوردهای ساده‌تر و غیر مکانیکال که حتی خیلی بزرگتر از اینن میشید و در واقع بیس و شاسیش و قسمتی که کلیدها روش نشستن فلزیه و این دلیل سنگین بودنشه که به نظر خیلی هم حس خوبی میده و جز اینکه سفت میشینه روی میز حس متریال با کیفیت هم بهتون میده، چون خب کیبوردهای معمولی که خب فلزی نیستن، ما هر چی کیبورد من دیده بودم همشون پلاستیکی بودن. توی جعبه چیز خاصی نیست جز یه کابل تایپ C به USB که میزنید اون پشت، حالا نمیدونم 2 یا 3، اینجاش دقت نکردم نرفتم ببینم، تو تصویر میزنم اگر ببینم پیدا کنم، و یه کاغذ یوزر منوال و گیره واسه بیرون کشیدن رویه دکمه ها که اون زیره دکمه ها سویچ رو اون گیرش رو نداره توی جعبه، و یه استیکر ساده، چیز دیگه ای نیستش و خب چیز دیگه هم به نظر نیاز نداشت. البته اگر یه سری کلید یدکی هم میذاشتن خیلی حس بهتر و حداقل مشتری پسندتری داشت. اندازه 35 سانت در 10 سانت و ارتفاع 3 سانت خورده ای با وزن 674 گرمی و 78 تا کلید ظاهر این کیبورد رو جلوی چشم شما تشکیل میده، اما وقتی برگردونینش تو قسمت پشتی شما با یه دانگل و یه کلید 3 حالته بین بلوتوث برای موبایل و تبلت و حالت خاموش برای استفاده با سیم و حالت استفاده با دانگل که 2.4 گیگاهرتز منظورش بکنم نوشته شده مواجه میشید. 2 تا پایه بازشونده مثل اکثر کیبوردها هم تو قسمت بالا و 2 تا پایه ثابت پایین قرار دارن. من تو 3 حالت هم ازش استفاده کردم و عملکرد روی موبایل جالب و واقعا کاربردی بود و روی حالت بی سیم و اتصال با دانگل هم هیچ مشکلی نداشت. شاید تو اتصال با دانگل یکم حالت اون RGB های پرنور بعد از این مدت که دست و کیبورد نزنید به حالت استندبای میره، اما سرعت و کیفیت استفادهش توی اون حالت هم مشکلی نداشت.
اما نهایتا اتصال با سیم رو انتخاب کردم که به نظرم مناسب تره برای من و محل اتصال سیم یه درگاه تایپ سیه که سمت چپ کیبورده. شاید برای خیلی‌ها که کیسشون سمت مخالفه جالب نباشه، اما واسه من جالب بود. شاید هم چیز مهمی نیستش، ولی خب اگه اون بالا میذاشتن بدکی نبودش، یعنی اون قسمت بالا سمت راست شاید مثل کیبوردهای دیگه بد نبود، ولی خب اینم یه جورشه دیگه، بدی نیستش. کیفیت سیمم مناسبه، مشکلی نداره و خوبه، به بقیه کیفیت کار میخوره. بعد از 1 ماه استفاده تجربه کار باهاش رو واقعا فوق‌العاده میدونم و نرمی و حس سرعت پاسخگویی کلیدها نسبت به کیبورد معمولی شما رو قانع میکنه که کیبورد مکانیکال واقعا تو این زمینه بهتره. درباره صدا حداقل تو این کیبورد چیز خاصی حس نکردم و جز یه تفاوت‌های ریزی فرقی با کیبورد معمولی نداره. حالا تق و ایناش خیلی متفاوت نبودش. اما قسمت RGB این دیوایس واقعا نظر من رو کلن نسبت به RGB که چیز بیخودی میدونستم عوض کرد و به نظر حداقل کیبورد RGB میتونه خیلی حس خوبی بهتون بده. وقتی صحبت از RGB میشه بهتره که اون دیوایس یه برنامه هم داشته باشه که ردراگن برنامه خیلی خوبی براش درست کرده و شما بعد از باز کردنش میبینید که قابلیت پروفایل برای 3 حالت مختلف وجود داره و میتونید حتی رنگ تک تک کلیدها رو خودتون برنامه‌ریزی کنید و با کالر اسکیمی که داره هر رنگی رو میتونید بسازید و بهش بدید. یه سری طرح‌های رنگی هم خودش داره که همون با حالت FN و Alt میتونید دستی عوض بکنید. همونا رو توی این برنامه وجود داره توی لیست کشویی و وقتی انتخابش کنید تو حافظه کیبورد میمونه و به نظرم خیلی خوب و جذابه این برنامه. البته من نهایت 1-2 بار بازش کردم و خیلی سعی نمی‌کنم باهاش ور برم و حوصله خودش رو میخواد. در واقع پسرم البته بیشتر رنگشو عوض میکنه ولی اونم فکر نمی‌کنم برنامه رو باز کنه، با همون کلید FN و Alt برنامه رو عوض میکنه. و این داستان کیبوردهای کوچیکم اینه که این کلید FN رو مثل همون لپتاپا گذاشتن برای کیبورد، برای دکمه‌ای که وجود نداره، مثلا این F که بالاش نیست و FN رو میگیرید و مثلا F شماره 1 تا 0 رو میزنید، برای 1 تا مثبت و که اون بالا هست میزنید، برای کلیدهای F و نامپدش هم که اون کلید داره، کلید دل که خیلی برای ادیت لازمه رو اینجا نداره دیگه، رفتیم رو بک اسپیس با اینکه عادت بهش نداشتم تو برنامه ادیت و دارم از اون استفاده میکنم. مشکل دیگه ای جز همون کلید دل نداشتم، یعنی برای دیلیت کردن بقیه‌اش مشکل نیست. یه مقدار مثلا حالا شاید برای کلیدهای F بالا زدنش مشکل داشته باشه که اونم خب باش کنار میایید. حالا فکر کنید از اینم کوچیک‌تر هستش، فکر کنم اون واقعا سخت باشه. اون کلیدای اصلا شماره‌دار بالا رو هم نداره و معلوم نیست باید چیکار کنید برای زدن کیبورد دیگه. خب انتخاب دیگه. تجربه خوب این وسیله باعث میشه که به کسایی که دنبال همچین چیزی با بودجه معمولی هستن پیشنهادش بدم و به نظر من که خرید خوبیه و احتمالاً عمر خوبی هم داشته باشه با توجه به گفته‌های سازنده درباره عمر کلیدها که واقعاً من تو کیبوردهای معمولی اذیت میشدم و خیلی موقعا یک کلید خراب میشد و مجبور میشدم با اون وضع بسازم یا نهایتاً بعد از مدتی یه دونه دیگه تهیه کنم. اینجا شما کلیدی هم خراب بشه راحت درش میارید و یه کلید دیگه میندازید، چون یه چیزی استانداردیه و همه جای این قطعه وجود داره. در واقع زیر این پوشش روی کلید که میتونید عوض کنید و طرح‌های مختلفش رو پیدا بکنید و دیدید که فکر کنم تو یوتیوب و اینجور سایت‌های مختلف هستش و خیلی پیجا هم الان میسازن توی ایران کیبوردها، یعنی کلیدهای روی کلیدها رو. غیر از اون قسمت یه قسمت زیری داره که یه سوئیچ ساده است. اون سوئیچ رو میتونید اگر خراب بشه حالا بعد از ضربه هایی که میخوره که بعیده اون قطعه رو عوض کنید و دیگه لازم نیست که کیبورد رو تعویض کنید و این به نظر من بهترین مزیتشه برای اینجور کیبوردها. راستی سویچ‌هاش هم قهوه‌ای رنگ هستن. رو سویچ‌ها کلا رنگ‌های مختلف دارن، آبی و قرمز و سبز و قهوه‌ای و رنگ‌های مختلف دارن که سرعت و صدا و ویژگی‌های خاص خودشون دارن که خب من فعلا همین قهوه‌ای رو دیدم، شاید سویچ قرمز که میگن با آبی بهتر باشه. ممنون که تماشا کردید. من علی پاشایی بودم، اینجا کانال پیر گیمر. فعلا خدا نگهدار.